قبل از اینکه ما شروع کنیم به ساز زدن همیشه نیاز داریم تا گرم کنیم. گرم کردن شامل 2 بخش میشه، بخش دست راستمون و بخش دست چپمون. همون کاری که روی ساز قرار انجام بدیم رو فرضی انجام میدیم بدون گرفتن ساز. برای دست راستم که دست آرشه باشه، حرکت گرم کردنمون به این شکله. کاملا عضلات همه در حالت ریلکس، مچ آزاد. این حرکت مچ خیلی مهمه که در گرم کردن راست و چپش رو داشته باشیم. بازو چسبیده به بالا تنه. این از گرم کردن دست راست. و برای گرم کردن دست چپ همون کاری که با ساز انجام میدم. ساز رو به این شکل گرفتم. حالا مقداری جلوتر بریم ویبراسیون رو به صورت کامل آموزش میدم، اما قبل از اینکه برسیم به مرحله ویبراسیون باز به خاطر داشته باشیم که برای دست چپ هم ما یه همچین حرکت آزادی رو برای مچ داریم که اگه بخوام ترکیب کنم، این دست بالا پایین روی دستان سازم یا به اصطلاح فینگربورد یا فرت و این دست هم آرشه. باز تمرکز کنم که هر کدوم برای خودشون راه خودشونو برن. به همین راحتی. و برای انگشتا هم انگشتان باز میشه بسته میشه، باز میشه بسته میشه. دوران میدم تا بتونم در زمانی که ساز رو میگیرم انگشتان همشون اون حالت نرم خودشون رو داشته باشن. این از انگشتان. آرشه راست، آرشه چپ، آرشه راست، آرشه چپ، آرشه راست، آرشه چپ. به همین راحتی دستامون گرم میشه و آماده ساز زدن میشیم. خیلی وقتا ما ساز در دسترس نداریم اما میتونیم این حالت رو انجام بدیم. این حالت کلی خودش میتونه به بهبود گرفتن سازمون کمک کنه. موسیقی رو راحت یاد بگیرید. آقای فراز.